آقای رئیس، لیدیز اند جنتلمن، علمای اعلام و آیات اعزام بین المللی، بنده ابراهیم رئیسی ملقب به ابرام دراکولا، دارنده مدرک دکترای اعدام از دانشگاه اوین می باشم. بنده به عنوان عضو علمی هیئت مرگ با نیم قرن تجربه قتل عام آمدم تا جهان را به رعایت حقوق بشر ولایی فرا بخوانم. درست است که در ایران تلویزیون و منبر و دفتر و دستک و باقی تریبون ها دست بنده و بابا سیدعلی من می باشد، اما مردم اینقدر شعار میدن و مرگ بر خامنه ای میگن و اغتشاش میکنن که اصلا نمیذارن صدای ما به جایی برسه. به همین خاطر بنده به این منبر آمدم تا از طریق این تریبیون صدای مقام عظمای ولایت را به گوش دنیا برسانم. بابا اغتشاشگران تا اینجا هم که آمدن که آقای سازمان ملل چرا اجازه میدهی این جماعت 17,000 ها نیویورک را به آشوب بکشند؟ آقا اگر توان کنترل نیویورک را ندارید، خب بگید ما به اذن ولایت لباس شخصی ها و سربازان گمنام رو با تفنگ های ساچمه‌ای بیاریم و حقوق بشر دشمنان نظام رو در نیویورک هم پرداخت کنیم. در شرایطی که جهان دم از حقوق بشر میزند، ما به عنوان ام القراضه ولایت سیاست خیرخواهانه گروگانگیری و جاهلیت مدرن را مطرح میکنیم. آقا بیایید با هم یک خانواده بشیم، بابای خانواده هم مقام عظما باشد، بابای همه را در بیاره. آقا پولهای بلوکه شده ما را زودتر بدهید، وگرنه همین ساختمان سبز سازمان ملل را به مرقد امام تبدیل خواهیم کرد. آقا کجا دارید میرید؟ کجا دارید میرید؟ بنده دارم ناسلامتی زر میزنم، بیل که لگد نمی کنم. آقا صندلی ها رو چرا خالی میکنید؟ بابا بیاید، تازه میخوام براتون از کاهش تورم بگم. بیاید 1 میلیون مسکن براتون میسازم. آقا 1 میلیون کاخ سفید میسازم، برید توش حالشو ببرید. آقا نرید، کجا میرید؟ بیاید، بنده میخوام در این منبر معظم درباره جاهلیت مدرن براتون حرف بزنم. آقا شما نهار خوردید؟ اگر نهار نخوردید به کتب قرآن 8 میلیاردی ما در جریان تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی نظری بیاندازید. بله، ما در راستای حمایت از کالای داخلی خودمان دلار تولید خواهیم کرد و به خودکفایی خواهیم رسید. در آن صورت دیگر دلار از آمریکا نمیخریم تا همه دلارها روی دستشان باد کند. درست است که آمریکا گوگل دارد، اما ما به تعداد هیئت حاکمه من گاگول داریم. تلگرام را به تله امام و فیسبوک را به فیسبوک تبدیل خواهیم کرد تا علمای اعلام فیض ببرند. ضمناً در زمینه فضایی هم ما پوز ناسا را زدیم. حقوق‌هایمان نجومی، دروغ‌هایمان نجومی، اختلاس‌هایمان نجومی، مقام معظم عظما هم که همیشه روی فضا. و السلام علیکم و زرزرنا مقصورا. بهای زرافه با شما جماعت لاشخورا هیچکی نموند که لاغر شما یه دستی بزنید. دست بزنید. بیا